خسته شدی این کشمکش‌های مبارک باشد. روزنامه آزادگان و افتخار جوانان برای این روز فرخنده و این مکافات یک قرص خواهش مردستان گرامی. Итак, на сцене Сироджиддин Фозилов, ваш аплодисменты. از بس که در تاجیکستان روند حادثه و نهادهای جامعه شهروندی چندان فعال نبودند و از جمله در معرکه‌های سیاسی چون انتخابات قوی بدن خود را آشکار کردن نتوانستند، مطبوعات دائم در قدم اول باقی ماند و از همین خاطر از جانب بعضی از کارشناسان به صفت نیروی اصلی یا قوی نهاد جمعیتی جامعه شهروندی معروف گردید یا شناخته شد و شاید در همین زمینه بود که از همه ضربه های نسبتا قوی تر رو هم مطبوعات خورد.